خبر مهم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران شبکه قربانی عمر. از همه شما خواهش نوارد تا آخر با دقت تماشا کنید. در رسانه‌ها و در سامانه‌های اجتماعی معلومات بر گوش مهاجران تاجیک و مهاجرانی که در داخل فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارند و اینچنین دیگر شخصیت‌هایی که بیرون از حدود فدراسیون روسیه هستند، یعنی که در تاجیکستان، ازبکستان، یعنی که در آسیای میانه، و میگن که از 30 ایون سال 2025 قرار و قانون نو نسبت مهاجران می شود و یعنی که هر کسی که داخل می شود به فدراسیون روسیه با طریق QR کد، یعنی که این چیز به همه ما و شما معلوم است. این تا کدام درجه درست است یا اینکه این قرار برآمد و سردار ریاست وزارت کارهای داخلی یا اینکه پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین امضا کردن یا اینکه نه. البته تا این درجه ما معلوماتی پورا نداریم، ولی بر شما در نوارهای آینده بر شما معلومات میدهیم و این چنین که ها میتوانند که با یعنی که به QR کد داخلی رسیده شوند. خب دوستان عزیز، در نواری بعدی بر شما معلوماتی پورا خواهیم داد. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پوره و انیق به شما روان میکنند. و امروز هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار